با بخش دیگری از آموزش قطعات الکترونیکی خودرو در خدمت شما هستیم. قطعی رو که ملاحظه می‌فرمایین استپر موتور یا موتور پله‌ای یا موتور مرحله‌ای دور آرام هستش و در خودروهای فاقد استپر موتور دریچه گاز نقش استپر موتور رو بر عهده داره. در واقع استپر موتور مسیر ورودی هوا به موتور در دور آرام تنظیم میکنه. داخل این استپر موتوری شما ملاحظه میفرمایین یه موتوری هستش که یه یونیت رو تحریک میکنه و یه مسیری به طول 8 میلیمتر به صورت رفت و برگشتی، یعنی این محوری که شما اینجا ملاحظه میفرمایید به صورت رفت و برگشتی طی میکنه. این 8 میلیمتر به 400 پله تقسیم میشه که میتونه تنظیم و در رفت و برگشت انجام بده. اما علائم خرابی این قطعه یکی بالا رفتن دور موتور در زمان رها کردن پدال گاز هستش. دومش خاموش شدن موتور در دور آرام یا با روشن کردن کولر هست. سوختمون میره بالا و همچنین خاموش شدن موتور در هنگام تعویض دنده. ما امروز میخوایم که این عملگر رو با استفاده از دستگاه دیاگ تست بزنیم. ابتدا دستگاه دیاگ رو وصل میکنیم به خودرو، بعد سویچ ماشین رو باز میکنیم. سپس اینجا با استفاده از دستگاه دیاگ وارد قسمت ایبیاب میشیم. اینتر میکنیم این قسمت ایبیاب و ماشینمون سواری هستش، مربوط به شرکت سایپا هست چون یه خودروی پراید هست. اینجا پراید انتخاب میکنیم. بعد موتورمون بنزینی هست، اینجا هم باز انتخاب میکنیم موتور بنزینی و بعد بایستی ما ECU مون انتخاب بکنیم که ECU این خودرو از نوع زیمنس S100 هستش. اوکی میکنیم. به پیغامی داده که از باز بودن سویچ از قبل باز کردیم، بنابراین اینم اینتر میکنیم و اینجا میم وارد این گزینه تست عملگر میشیم. اوکی میکنیم. ملاحظه میفرمایید که عملگرهای مختلفی از جمله انژکتور و کویل و اینها رو ما میتونیم بررسی بکنیم و این گزینه استپر موتور رو ما اینجا داریم که اینو اینتر میکنیم. با اینتر کردن این گزینه گفته آیا مایل به انجام تست عملگر مورد نظر میباشید. ما اوکی میکنیم اینو. وقتی که اینو اوکی بکنیم در قسمت جلوی موتور که من الان در قسمت بعدی نشونتون خواهم داد، استپر ما نشون میده که سالم هست یا خیر. بنابراین از سلامت استپر ما بر اساس این دستگاه میتونیم مطمئن بشیم. اگر این عملی که الان من نشونتون خواهم داد روی استپر انجام نشد، بنابراین در صورت سالم بودن مسیر برقی ما یعنی سیم ها، اینها رو تست میزنیم. ارزم به حضور شما در صورت وجود ولتاژ و مسیر برقیمون سالم باشه، بنابراین استپر خراب است که بایستی اونو تعویض بکنیم. حالا من در قسمت بعدی مجددا نشونتون ادامه همین فیلم نشونتون میدم که این حرکت استپر رو که به اصطلاح تست عملگر انجام میشه. در قسمت قبل نحوه ورود به تست عملگر رو ما نشونتون دادیم. بنابراین اینجا میایم استپر از روی خودرو دو تا پیچ داره، دو تا پیچ رو باز میکنیم. بعد از باز کردن دو تا پیچ بایستی استپر خارج بکنیم از محلی که نصب هست و بایستی با استفاده از دستگاه دیاگ عملیات تست عملگر انجام بدیم. ملاحظه می‌فرمایید الان در قسمت استپر موتور هستیم که میخوام تست عملگر رو بزنیم. اوکی میکنیم. اینجا شما حرکت استپر رو ملاحظه می‌فرمایید به سمت جلو و عقب. بنابراین استپر موتور ما سالم هست.